سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. امروز یک شنبه 14 مرداد ماه و 4 آگوست 2024 تحلیل روزانه بیت کوین رو خواهیم داشت، در حالی که شاهد ادامه اصلاح بازار هستیم و امروز دیدیم که بیت کوین دقایق پیش 59,000 رو هم حتی شکست و به سمت پایین حرکت کرد. امروز بررسی میکنیم با دقت این ریزش اخیر رو و همچنین سناریوی فردا رو هم من براتون پیش بینی خواهم کرد، البته که با احتمالات. با من همراه باشید. من حامد صفاریان هستم از کانال تالس، اولین و پرسابقه ترین کانال تحلیل روزانه بیت کوین و همچنین مبحث آپشن کریپتو به زبان فارسی. مثل همیشه هم دوستان توجه داشته باشید دیگه، خودتون میدونید دیگه، هر کاری بکنید بر اساس این تحلیلی که من اینجا خدمت شما ارائه میدم همش مسئولیتش با خود شماست. خب اجازه بدید که یه مروری داشته باشیم ببینیم چه خبره در بازار و چه اتفاقاتی افتاد، ما انتظار چه چیزهایی رو داشتیم. اگر به یاد داشته باشید در روز جمعه من خدمت شما بودم و روی این باکسی که اینجا پدید اومده بود داشتیم صحبت میکردیم. اونچه که شاهدش بودیم این بود که یک توکی زد قیمت به داخل گپ CME که حالا با دقت بیشتری بررسیش خواهیم کرد. الان خدمت شما عرض کردم که قیمت به سمت بالا حرکت کرده، یک فلگی رو اینجا تشکیل داده، برای ما اهمیت داره. اون موقعی که من داشتم خدمت شما اینو توضیح میدادم البته این مستطیل هنوز ترسیم نشده بود، ما اینجاها بودیم. از کجا اینو میفهمم؟ از روی ابتدا و منشأ این حرکتی که برای سناریو ما ترسیم کردیم و اون رو در نظر گرفتیم. مثل همیشه هم خدمت شما من بارها اینو گفتم که ما در کبابی تالس گوش رو جلوی چشم، هم چلو رو هم گوش رو همشون جلوی چشم مشتری آماده میکنیم. این به چه معناست؟ به این معناست که این خط و خطوط رو اگر من الان تغییرش بدم، الان تغییرش میدم، این خطوط متعلق به همون روز جمعه است و هیچ تغییری از اون روز درش ایجاد نشده. همچنین این سناریو که با هم دیگه بررسی کردیم هم به همین ترتیب. خب ایده این سناریو چی بود؟ کجاش درست از آب در اومد، کجاش غلط از آب در اومد و الان هم چه انتظارات دیگری میتونیم از بازار داشته باشیم؟ این موضوع رو الان یه مقدار روش عمیق‌تر بشیم. بعد میریم حالا این قسمتا که داره میره پایین، نگران نباشید، این میره چیزی حدود 58200 رو میبینه و ان بقیه‌اش من براتون توضیح خواهم داد چه اتفاقی میفته. خب ما اینجا انتظار داشتیم که این سقف بخوره و بعد به سمت پایین حرکت بکنیم. از قضا فلشی هم که ترسیم کردیم زیر این حد یک ساعته رو در واقع ما تارگت قیمت دونسته بودیم. این حد یک ساعته از این عقب داره میاد، اینا FTR هایی هستن این پشت تشکیل شده بودن و خب وقتی که قیمت این آهنگ حرکت به سمت پایین رو در پیش گرفت، ما انتظار اینو داشتیم که زیر اینا بخوره. هنوزم انتظار داریم زیر این یک ساعته هم بخوره. این کجاست؟ 58360. بنابراین دور از انتظار نیست که حالا با توجه به این گپ CME توضیح خواهم داد، ما 58000 رو مثلا 200 اینها رو ببینیم. حد پایینش و حد یقفش از نظر من 54500 هستش. اگر بخواد قیمت خیلی اذیت بکنه و خیلی ترسناک ظاهر بشه برای سودگرایان، 54400 یعنی حد پایینی این فلگ اینجا نگه میداره به نظر من دست کم، و فعلا با تکانه خیلی پرقدرت و شدیدی داره قیمت پیوسته به سمت پایین حرکت میکنه. حدودی که ترسیم کرده بودیم خورد، این زیرش خورد. ما خدمت شما عرض شود که این دوتا رو در نظر گرفته بودیم به عنوان تارگت. دست کم این بالایی رو به عنوان اولین تارگت که من این چیزی که ترسیم کردم تا زیر این رو من ترسیم کردم که میبینیم همین ساعتی پیش این تارگت رو قیمت بهش رسید. اما قبل از اون شاهد بودیم که قیمت روی 59860 یه مقداری توقف کرد. دوستان میان تو کامنت ها میگن که آقا این چیز گذشته رو که ما خودمون هم داریم میبینیم، چرا داری توضیح میدی؟ شما باید آینده رو پیش بینی کنی. دوست عزیز که از سیگنال ارتزاق میکنی، گذشته چراغ راه آینده است. من دارم اینا رو توضیح میدم شما این ساختارها رو درک بکنید. این ساختار 4 بار اینجا تکرار شده، الان دونه دونه میریم روش. و اگر این گذشته رو شما در نظر بگیرید، آیندهش هم میتونید در نظر بگیرید. آیندهش توضیحش 5 دقیقه است، گذشته بررسیش 2 ساعته. این 2 ساعت رو شما باید صبر و تحمل داشته باشید و این شرح ماوقع گذشته رو جدی بگیرید. عذرخواهی میکنم. بنابراین توضیحاتی که خدمتتون دارم میدم رو دقت داشته باشید. ما اتم به اتم و کندل به کندل ساختار رو اینجا براتون توضیح دادیم. حالا هر چقدرش درست از آب در اومد چه خوب، درست از آب در نیومد ایرادی نداره. اونچه که درست از آب در نیومد این بود که من اینجا انتظار اینو داشتم که ما بیایم و این سقف رو بزنیم. البته که انتظار اشتباهی بود، الانم بهتون میگم چرا. و خب ما اومدیم نزد، این سقف قبلیشو نزد و از همینجا ریخت پایین، کاری که 3 بارم انجام داد و الانم 4مین بار الان دقیقاً باز همون کارو انجام داده. الان نگاه میکنیم بررسی میکنیم.
خب پس این حرکت الان اتفاق افتاد، اونچه که مورد انتظار ما بود، حتی بیشتر از اون، این 15 دقیقه این زیرو هم الان اومده زده. تارگت بعدیش کجاست؟ عرض کردم زدن زیر 58300 خورده ای هست، یعنی تقریبا 58200 رو میخواد قیمت بیاد ببینه. به نظر من متوقف میشه و به نظر من تا تقریبا 62500 این حدودا، شاید هم بیشتر، 62400 یا شاید هم حتی بالاتر. الان پیداش میکنم براتون میگم تا کجا، شاید هم حتی بالاتر، شاید 63 64 نمیدونم، الان بهتون میگم کجا. تا اونجا تا روز دوشنبه بالا خواهد رفت، قبلش میاد این پایینو میزنه، از بعد میره بالا. به نظر من این اون چیزی که میخوام در بخش جمع‌بندی خدمت دوستان توضیحش رو و تحلیلش رو ارائه بکنم. خب حالا بیایم و ببینیم که الان این اتفاقی که گفتم 4 بار افتاده چه اتفاقی افتاده که با این ساختار هم شما آشنا بشید. ببینید ما اینجا اول از همه بیایم اینجا رو بررسی بکنیم. در واقع اگر بخوایم ببینیم 1 2 3 4 5 و 6 بار این اتفاق افتاده. 6 بار این اتفاق افتاده، بیایم با هم بررسیش بکنیم. ببینید از همون ابتدا، از اون 70000 که دیدیم، بعدش حرکت به سمت پایین داشتیم، بعد قیمت اومد یه جا متوقف شد، اومد یه فلگی رو زدیم بالا و بعد از اون اومد، البته اینجا نه، اینجا هم نزده فکر میکنم نزده. چرا زده؟ اینجا اومد این سقف بالایی رو زد البته تو این قسمت، ولی توی یه سری صرافی‌های دیگه نزده اینو. این کنکن رو تشکیل داد، اومد به سمت پایین، ریزش کرد، کف قبلیشو زد. اینجا رو دقت بکنید، یه سقفی درست کرد، تا نزدیکی اون سقف اومد، نزد اون سقف و اومد کف قبلی رو زد، اومد پایین. مجددا اینجا اومد یه سقف درست کرد، اومد تا نزدیکی اون سقف، نزد اون سقف و اومد کف قبلی رو زد، اومد پایین. مجددا اینجا اومد، اینجا باید بررسیش بکنیم، اینجا اومد یه سقف درست کرد، تا نزدیکی اون سقف اومد، نزد اون سقف و اومد پایین. اینجا اومد چیکار کرد؟ یه سقف تشکیل داد، تا نزدیکی اون سقف اومد، نزد اون سقف و اومد پایین. اینجا اومد یه سقف تشکیل داد، تا نزدیکی اون سقف اومد، نزد اون سقف و اومد پایین و اینجا الان جاییه که درش هستیم. حالا باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا باز دوباره همین الگو رو میخواد پی بگیره یا چه؟ به نظر من نه دیگه، تموم شد بازی و اتوبوس به مقصد رسیده، نزدیکی‌های مقصد و به زودی یک حرکت اصلاحی خیلی عمیق رو به سمت بالا شاهد خواهیم بود. توضیح میدم الان براتون. پس این ساختار، این که گذشته رو شما این نگاهی بندازید و اجازه بدید که من یه توضیح همیشه خدمت شما ارائه بدم، این بسیار بسیار میتونه راهگشا باشه. هر بار که ما این ساختار رو بررسی کردیم، میشد در واقع با همین الگوی تکراری ساده که رد پای بزرگان است در بازار دارن از خودشون بدجوری رد پا به جا میذارن، در حال حاضر کاملا میشه گفت بازار اصلا کلا رو مانیپولیشن داره میچرخه و حرکت ها 100% رد پا رو شما دارید میبینید که پولهای بزرگی اینجا مشغول حرکت هستن، مشغول گول زدن ریزه میزه ها هستن. خب این از این. پس این ساختار تکرار شونده رو داشته باشیم. اینجا شما در واقع در تمام این مراحل بعد از 2-3 بار دیدن این میتونستید شورت های بسیار خوبی بگیرید روی همین نواحی و خب سود های بسیار خوبی رو ببرید اگر حالا توی بحث تکنیکال کوتاه مدت و ترید می‌خواستید وارد بشید. این از این. حالا اجازه بدید که یه چیز دیگه رو با هم دیگه بررسی کنیم، اونم بسیار مهمه. ایمپلای والتیلیتی یا نوسان ضمنی برای میشه گفت اولین باره که توی این حرکت‌های نزولی شدید داره بالا میره. این یه مقدار میتونه خطرناک باشه و البته داره هم نشون میده به نظر من که داره تقریبا به تارگت و مقصد خودش میرسه. یعنی به قدری ترسوندن دیگه بازار رو از ریزش که هجوم آوردند حتی اونایی که حرفه‌ای هستن برای خرید پوت توی بازار و دارن پوت میخرن. قیمت پوت ها در واقع تقاضا برای پوت خیلی رفته بالا و قیمت پوت افزایش شدید پیدا کرده. بنابراین این حرکت‌های در واقع افزایش نوسان ضمنی رو ما داریم می‌بینیم، حرکت‌های به سمت پایین وحشت زیادی رو در بازار ایجاد کردن. برای دوستانی که به هر حال انتظار اینو می‌کشیدن و این توصیه‌هایی که داشتیم، بالاخره مراقب باشید تا 58 ممکنه پایین بیاد. این عدد 58 رو چندین بار خدمتتون عرض کردم. گپ سی ام ای رو کلی در موردش صحبت کردیم، الان بهش می‌رسیم. اگه اینا که توصیه رو جدی گرفتن به هر حال یه فکر بال خودشون کردن و تا اینجایش نگرانی و دشواری ندارند. اما اونایی که یه مقداری طمع کردن یا گوش نکردن به حرف یا تحلیل دیگری داشتن، این بالا ورود کردن به طمع این که میره بالاتر رو میزنه، استاپ لاس نذاشتن و این داستان رو لیکویدیتی فراهم کردن که مارجین کال نشن و این پیوسته پایین و پایینتر اومد و بسیارشون از بازار کیک آف شدند. امیدوارم درس عبرت براشون شده باشه دوستان. گپ سی ام ای داستانش چیه؟ ببینید، بذارید من اینو برم توی همین روزانه و الان تحلیلم میخوام خدمتتون جمع‌بندی که فردا قراره چه اتفاقی بیفته هم خدمتتون با استفاده از همین گپ سی ام ای توضیح میدم.
ببینید ما اینجا دقیقا در این ناحیه از این پایین که کلوز این کندل بود تا این بالا که اوپن این کندل بود شود اینجا میشه یه گپ دیدیم، یه گپ داشتیم که به علت روز شنبه و یک شنبه پدید اومده بود. قیمت خیلی سریع حرکت کرده بود. الان ببینید این کندل مربوط به روز جمعه است. خب ما قبلا در مورد این صحبت کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. این قیمت حدس می‌زدیم که برگرده این گپو پر کنه، تا اینو پر نکنه جایی بر نمیگرده بالا. کجاست حد پایینش 58000 حدوداً 58000 که حالا اونور من الان توضیح براتون میدم که تا کجا انتظار دارم بیاد پایین و بعدش بره تا کجا رو ببینیم. کجا ببینش همین بالا شما الان در نظر بگیرید. الان من خدمتتون میگم 62000 و تقریبا 63000 رو قراره بره ببینه. حدوداً بخوام یکم مثلا محتاطانه بگیم 62500 رو تا روز دوشنبه به نظر دوشنبه سه شنبه حرکت به سمت 62500. خب اینو داشته باشید. الان دلیلشو میگم خدمتتون. ببینید الان ما کجا هستیم. ما الان این پایینیم، یعنی اینجا باز دوباره یه گپ پیدا شده. اگر که ما تو همین روز یک شنبه همین الانی که هستیم روی نواحی 58 اینا باقی بمونیم و دوشنبه این پایین قیمت خودش حرکت خودش آغاز بکنه در این ناحیه، فرض کنیم اینجا شروع بکنه، اینجا خودش یه گپی دوباره به جا میذاره، گپ خیلی اساسی. این گپ رو پر کرده، اون کاری که باید انجام میداد انجام داده. از پایین این گپ دوباره یه گپی این بالا رو باید پر بکنه. بنابراین اولین کاری که قیمت میتونه بکنه، منطقی ترین کاری که میتونه بکنه بعد از این همه ریزش، یک حرکت بزنه تا این بالا، یعنی دقیقاً تا 60 همون حالا 62500 که من خدمتتون عرض کردم، تا حداقل تا اینجا رو بیاد دیگه حداقل 62 60 چقدر شد الان 62500 دقیقاً. عذر میخوام. این انتظار رو ما داریم. اما اگر همین امشب این حرکت بره 58 رو ببینه، یه مقدار بعید میدونم، چون خیلی باید برای آخر هفته و برای یه روز یه شنبه خیلی زیاده. بعید میدونم یه شنبه از این اتفاقات معمولا کمتر میفته که بیاد یه پایینی رو ببینه بره بالاش هم ببینه، خیلی بعیده. بنابراین یه جایی این پایینا احتمالاً تموم میشه داستان امروز و شمع امروز و فردا یه گپی ما خواهیم داشت، دوباره گپ به سمت بالای قیمت در واقع، و این گپ رو به سمت بالا حرکت میکنه تا پرش بکنه. این نکته بسیار مهمیه. یا اینکه سناریویی که من خیلی بهش اعتقاد زیادی ندارم ولی میتونه اتفاق بیفته، اینه که ما این حرکت رو ببینیم ادامه پیدا میکنه و تا نوایی پایینتر تا 54000 میخواد بیاد و میخواد بره پایینترها رو ببینه، بعدن بیاد این گپ رو پر بکنه. همونطور که ملاحظه کردید توی از بالا به پایینش هم خیلی عجله نداشت قیمت، رفت اول اون جایی که باید میدید و دید، 70000 رو دید، بعد برگشت اینو داره پر میکنه. حالا میتونیم تا دوشنبه بگیم که پرش کرد. بنابراین هیچ عجله‌ای هم نخواهد داشت که بیاد مناطق پایینتر رو اول ببینه، بعد حالا بیاد و این گپی که بالا سرش پدید اومده رو پر بکنه. از قضا اتفاقا این گپه یه اطمینان خاطری هم میده به بزرگان بازار که برخواهیم گشت، چون گپ ها پر میشن که برخواهیم گشت. بنابراین با خیال راحت بکشونید بازی رو پایین و ملت رو سرکیسه کنید، چرا که برخواهیم گشت. این نکته بسیار مهمی است. پس این پیش بینی بنده برای روز دوشنبه یا برای امشب از حیث صرفاً تحلیل همین گپ. چرا چیزای دیگر در نظر نگیریم؟ خب در نظر گرفتیم همشونو. آخرین جایی که الان بهش رسیدیم همین گپ است دیگه و بر اساس همین گپ هم ما تا اینجا پیش بینی کردیم قیمت رو و درست هم از آب در اومده. حتی من روز جمعه هم خدمت شما گفتم که اومده یه توکی زده داخل این، چرا نیاد داخلش؟ باید بیاد پرش کنه قاعدتاً تا 58 خورده 58 تا زیر اینو باید بزنه. هدف و تارگتش هم کاملا روشن و آشکاره که کجاست. حتی تا همینجا که اومدم کافیه، گپا لزوما نباید حتما خیلی پر بشن، ولی خب چون میتونه بره پایینترا رو ببینه و الان هم بازار کلا کله کرده که بره بترسونه ملتو، به نظر من این گپ کامل پر میشه و ما حداقل 58200 رو میبینیم به نظر من و بعد از اون حرکت به سمت 62500 رو خواهیم داشت اصلاح. حال بعد از این اصلاح چه اتفاقی بیفته من نمیدونم راستش. آیا این بستگی داره چه برنامه‌ای چیده باشن. این احتمال وجود داره. این دو تا احتمال رو در نظر داشته باشید دوستان. دوشنبه سه شنبه ما 62500 احتمالاً دیدیم، بعدش یا یک حرکت بسیار پرقدرت و شدید به سمت بالا داریم که دیگه بره و بزنه و 71 و 3 و 2 و 4 رو بزنه بره بالا، یا اینکه میاد بالا و از این بالا دوباره اذیت داریم در واقع. ببینید مثلا از اینجا فرض کنید که میاد این 62 500 که من خدمتتون عرض کردم اون میبینه و بعد حمله به این پایین، دوباره اذیت فلان، بازی بند و بساط تا اینجا، یه برو بالا بیا پایین تا بعد یه جایی بالاخره اینو بکشونن بالا و ببرنش بالا. بنابراین بسیار مهمه شما شمعای هفتگی رو هم باید در نظر بگیرید. یه مقداری روی این موضوع حالا ما بعداً باز بیشتر بررسی انجام خواهیم داد. خب دوستان اینو داشته باشیم. یه نگاه خیلی سریع هم به
وضعیت مارکت اسکرینر بندازیم برای 2 روز گذشته که خدمت شما من اینو نشون بدم. خب کاملا آشکارا یک وضعیت نزول گرایانه رو ما در بازار می‌بینیم. خیلی نیاز به توضیح بیشتر از این نداره، خودتون هم میتونید برید بررسی بکنید. اون چه که باید خیلی با دقت زیر نظر داشت ایمپلوی والاتیلیتی هستش، بسیار مهمه. و خب این تارگت هایی که من اینجا ترسیم کردم خودم دست کم فکر میکنم که این تارگت های مهمی هستن و قیمت خب این دوتا رو که خیلی قشنگ زد، قاعدتا یه برگشتی باید داشته باشه. برگشته تا کجا میتونه باشه؟ الان عرض میکنم. ببینید یه برگشت ریز تا خود 60200 تقریبا 60200 الی 60300 میتونه اگر بخواد دوباره از اینجا برگردیم پایین رو زد، خیالش راحته. حالا بره یه بازی این بالا در بیاره 60000 تقریبا 300. از این بازیایی که قبلا هم در آورد دیگه، ای بالا پایین داستانا. و بعد دوباره بیاد این زیرو بزنه و از اینجا دیگه بکشه بره بالا. این چیزیه که من فکر میکنم میتونه اتفاق بیفته. تو همین 62 و 400 هم که خدمتتون توضیح دادم حرکت به سمت بالا بیاد. بعید هم نیست دوباره همین ساختاری که اینجا دیدیم رو تشکیل بده، چیزی شبیه به اون رو تشکیل بده. ببینید هر وقت که اومده یه ناحیه مهمی رو نفوذ بهش کرده، بعدش برگشته استراحت کرده، عجله‌ای نداره قیمت در زدن این، مگر اینکه خیلی ترس عجیب ایجاد بشه یا اینکه تارگتش هنوز ندیده، تارگتش این پایینیه باشه. این پایینیه رو اگر بزنه از این پایین شروع میکنه حرکت کردن، بازی در آوردن، احتمالاً یه بار دیگه یه حرکتی و این نوایی پایین رو ببینه به سمت 62 400 حرکت بکنه. خدمتتون دیگه توضیح کامل دادم که پیش بینی من چیه. دقت داشته باشید دوستان که همه اینها احتمالات است، نه سیگنال. دوستانی که سیگنال ارتزاق میکنن لطفاً اینها رو عمل نکنن، به هیچ عنوان توصیه میکنم ابداً. صرفاً برای تحلیل ازش استفاده بکنید و بذارید کنار تحلیل‌های خودتون، کنار تحلیل‌های دیگه و شاید به دردتون بخوره برای اینکه بشه ازش استفاده کرد در جهت تحلیل بهتر بازار. احیانا اونایی که ترید میکنن، دوستانی هم که سرمایه گذارانه توی بازار هستن، فرصت بسیار خوبیه برای ورود به بازار، فرصت بسیار مناسبیه برای اکومولیت کردن. همین سنتی که بزرگان اینجا پیاده کردن رو شما هم تقلید بکنید و این ری اکومولیشن رو جدی بگیرید. اینجا جای بسیار خوبی هستن برای ورود. پایینتر بیاد چه بهتر، باز بیشتر اکومولیت بکنید. برای این موضوع کش داشته باشید و خدمت شما عرض شود که حالا اگر هم که احیانا مبلغ اندکی دارید، میتونید از ابزار آپشن استفاده بکنید برای حرکت به سمت بالا. این بالاها اگر پوت نخریدید، این پایین یه مقدار با استاپ لاس و اینا مواظب سرمایه‌تون باشید. اگر پوت خریدید چه بهتر، اینا رو میتونید نگه بدارید. با توجه به اینکه ایمپلاک والتیلیتی هم داره میره بالا، الان دیگه وقت خریدن پوت نیست. باید صبر کنیم قیمت بره به سمت نوایی بالاتر و بیمه سرمایه رو اون بالاها ما انجام بدیم. اما اگر که پایین بیاد و اگه مقدار کش توی پورتفولیوها وجود داشته باشه، میشه باش خرید کال رو احیانا انجام داد. احیانا عرض می‌کنم که شرایط داره و باید برسه واقعا به جای خیلی خوبی برسه، حتی زیر 54 اگر برسه ما آماده میشیم برای خرید کال و برای رفتن به نوایی بالاتر. پایین‌ترا بازم من تکرار می‌کنم خدمتتون دوستان، ما زیر 52000 هولدر افتخاری هستیم و صبر و حوصله می‌کنیم دیگه. من زیر 52000 یک کاری با بیت کوین ندارم و به نظرم بهترین نقطه وروده، بهترین میانگین وروده در واقع به عبارتی. اگر بخواد بیاد این پایینا، من فقط و فقط منتظر خواهم ماند، چرا که فکر می‌کنم ریسک اینو داره که ما تو 52000 دیگه تمام قوا وارد این asset بشیم. نظر منه، ممکن اشتباه در بیاد. یه جمله پایانی هم بگم در مورد آلت کوین ها، برای اون دوستانی که بالاخره خب آلت کوین، من میدونم دوستان خیلی زیاد آلت کوین دارند و چرا شما آلت کوین زیاد دارید؟ اینم بذارید من یه جمله معترضم این وسط بگم. چون طمع زیاد دارید، چون دوست دارید 100 برابر بشه، چون نگاه به بیت کوین میکنید میگید آقا این مگه قراره چند برابر بشه؟ مثلا از همین جایی که هست مثلا میخواد چقدر بره بالا، یه خطکش برمی‌دارید اینجا میذارید، خطکش طمع در واقع، خطکش طمع اینجا میذارید، میگه خب مگه چند درصد میخواد به ما بده؟ مثلا 80 رو ببینید چقدر، مثلا 50%، بعد مثلا 50% هم واسهتون هیچی نیست. نه آقا بریم آلت کوین ها. آلت کوین مثلا 600% سود داد سال پیش، 2 سال پیش، 3 سال پیش. فلانی رو من دیدم مثلا 1000% سود کرد، یک شبه پولدار شد. چرا اینقدر آلت کوین زیاد دارید؟ از خودتون بپرسید. از خودتون بپرسید چرا اینقدر آلت کوین زیاد دارید. به احتمال 90% دلیلش اینه که طمع زیاد دارید و بلد نیستید با یک asset درست درمون کار بکنید. میگم بهتون بر بخوره دوستان. دوستان مشتریان خودمون اصلا خیلی آلت کوین دارن، همینا رو بهشون میگیم. ما توی پورتفولیو من همون موقع گفتم، چندین بار گفتم آقا کدوم آلت سیزن، اگر آلت سیزن در کار نبود چی، یا اگر خیلی دیر اتفاق افتاد چی؟ الان نشستید توی آلت کوین ها همینطوری نشستید تا این جوجه کنه، نمیکنه. الان هم تو ضرر سنگین هستن اونایی که پورتفولیوی درشت آلت کوینی بسته بودن. چندین بار شورت گذاشتم، چه میدونم اینجا خدمت شما توی همین برنامه توضیح دادم، گفتم آقا آلت کوین یه هایپی بود، ممکنه تکرار نشه، ممکنه است بشه. یه سری هاشون به نظر منم خواهند شد.
صحبت از روزه آلت کوین کردم، گفتم آقا حالا من خودم شخصا آلت کوین معامله نمی‌کنم، ولی اینجوری هم نیست که کسی نهی کنم بگم آقا اصلا آلت کوین معامله نکنید. ولی آلت کوین خب ببینید دوستان، ما مثلا 10% گذاشتیم تو پورتفولیو بخاطر اینکه 25% دراوداون بیشتر اجازه نمیدیم. اگر این آلت کوین ها شدن صفر، به پورتفولیو ما بیشتر 10% خسارت توسط این آلت کوین ها زده نمیشه. چرا حالا ما میریم مثلا رو اسست های پدر مادردار، میریم رو بیت کوین؟ شما رو هر ملقی که بیت کوین میزنه، الان اینا رو من دیگه مولکولی اتمی براتون تحلیل کردم دیگه دوستان، جز اینه مگه؟ از کی ما همینجوری داریم خدمت شما این خط و خطوطی که من کشیدم از خیلی وقت پیشه، هم بالا رفتنشو هم پایین رفتنشو همه جاشو دارم خدمت شما مولکولی تحلیل میکنم. خب رو همینا شما کلی میتونید کار کنید، فقط روی اسست. چرا بی خودی رفتید آت و آشغال و پشکل تو گونی جمع کردید که چی بشه آخه؟ اگر پروژهش رو تحقیق کردید، اگر روش ایده دارید، اگه خریدید و همینطوری گذاشتید و موندید توش، این درس عبرت باشه. تمام این بالا پایینا رو شما میتونستید ترید کنید، تمام این حرکت ها رو اگر میخواستید ترید بکنید میتونستید از توش وقت بذارید، به جون وقت نازنینی که گذاشتید واسه پشکل کوینا بذارید رو خود بیت کوین. حالا اینا همش به کنار، ممکنه بگه من تریدر نیستم میخوام بخرم نگه دارم، کاملا هم درسته، ولی یه چیزی بخرید که این ابزار مشتقه روش داشته باشه، آپشن داشته باشه، بشه بیمش کرد، بشه ریسکش رو کنترل کرد. ما اگر بیت کوین رو میخریم، چرا بیت کوین میخریم؟ برای اینکه بیت کوین آپشن داره، با آپشنش میشه این ریسک رو کنترل کرد. اگر که اتریوم میخریم، بخاطر که اتریوم آپشن داره، حالا سولانا هم آپشن داره در برخی از صرافی‌ها. اینا اسست‌های پدر مادردار هستن، ولی فلان پشکلی که مثلا هست که اصلا معلوم نیست این کیه، دست کیه، دیولپرش کیه، چقدر از توکنش کجاست. گاهی دوستان یه کسانی میان یه چیزایی رو معرفی میکنن، فلان کوین رو خریدیم مثلا گیر کردیم توش، چیکار کنیم؟ اما من حالا اومده میپرسه چیکار کنه. اونی که موقعی که بعد میخریدی بعد خودت میپرسید چیکار کنی. دوست عزیز، به این صورت دوستان اینا حواستون باشه. آلکونا به هر حال این نکته رو در نظر داشته باشید و روی اون بحثم من هستم. البته که اگر که ما بخوایم یه آلت سیزنی داشته باشیم، اون پدر مادرداراش بالاخره بازم یه رشدی خواهند کرد، دست کم به همین دلیل که شما آلت کوین دارید خیلی دیگه هم آلت کوین دارن، و به همین دلیل که شما طمع دارید خیلی دیگه هم طمع دارن و میرن روی اون استا. از بیت کوین جاماندگان بیت کوین میرن سراغ آلت کوین. یعنی در واقع آلت کوین ها توفاله بازار بیت کوین و اتریوم هستن به نحو اولا. یعنی اونی که میمونه، این خورده ریزهایی که از این بیت کوین میریزه نصیب اونه، و اونایی که از جا میمونن، بیت کوینی که باید میرفتید شما روی اوجش میرسه، بعد آلت سیزن به اصطلاح فصل آلت ها شروع میشه اونجا، و اونجا شما میرید سراغ توفاله کریپتو که همون پروژه های آلت کوینی هستن در نهایت، و از اونا ارتزاق میکنید. بنابراین به این موضوع یه مقدار فکر بکنید. ترس و طمع رو اگه کنترل بکنید، پورتفولیوی شما نشان دهنده شخصیت شماست دوستان. این نکته آخری که گفتم بهش خوب دقت بفرمایید دوستان. تا تحلیل دیگر، خدا نگهدار.